سرخط خبرها: هشدار ایران به اسرائیل و آمریکا. به اندازه کافی موشک با بردهای مختلف داریم. دشمن اگر عقل داشته باشد به ایران حمله نمی کند. آغاز سفر آسیایی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا به کجا می رود و از هر کشوری چه می خواهد؟ تهدید اتمی عراقچی علیه دشمنان. ایران و بم اتم. ما توانایی نگفتن به قدرت‌ها را داریم. روابط ایران و آمریکا قابل مدیریت است. روسیه برای جنگ اتمی با کشورهای عضو ناتو آماده می شود. وزیر دفاع نروژ هشدار داد مسکو در حال تجمیع تسلیحات اتمی خود است. مشروع خبرها: فرمانده قرارگاه فرهنگی حضرت یقیدالله گفت ما در بسیاری از زمینه‌ها محدودیت در توسعه برد موشکی نداشتیم، اما مراقبت‌ها و ملاحظات از سوی رهبری وجود داشت. و گزارش مشرق سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی حضرت یقیدالله دیشب در برنامه ماجرای جنگ با اشاره به تحولات اخیر جبهه مقاومت و وضعیت حزب الله لبنان گفته همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند مقاومت یک پدیده سخت افزاری نیست که بتوان آن را شکست داد. اگر مقاومت سخت افزاری بود امروز حزب الله وجود نداشت. و افزود حزب الله با وجود آن که ضربات سنگین متحمل شد از جمله از دست دادن فرماندهان اصلی خود همچنان ایستاده است. دشمن شاید توانسته باشد حدود 30 از توان حزب الله را هدف قرار دهد، اما 70% این توان محفوظ باقی مانده است و این خود نشانه عمیق و پویایی مقاومت است. سرلشکر جعفری با اشاره به جنگ اخیر میان مقاومت و اسرائیل تصریح کرد ضربه غافلگیر کننده به حزب الله وارد شد، اما اینها استادگی کردند و اجازه نداد اسرائیل به سمت جلو پیشروی کند. مقاومت استاد شد، دشمن را پس زد و در نهایت مذاکرات پایان جنگ انجام شد. امروز هم زمزمه عقب نشینی از طرح حزب الله به گوش می رسد که نشانه ای از پایداری مقاومت دارد. سفر 5 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به آسیا او را به 3 کشور مالزیا، ژاپن و کره جنوبی میبرد. این سفر با حضور دست کم 10 رهبر جهان و در چهارچوب 2 نشست مهم منطقه‌ای انجام می شود. اجلاس در کوالالومپور و نشست همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه در کره جنوبی. این سفر نخستین حضور ترامپ در این قاره طی دوره دوم ریاست جمهوریش است. دوره‌ای که به گفته مقام‌های آمریکایی او می‌خواهد خود را همزمان به عنوان معامله‌گر اقتصادی و میانجی صلح معرفی کند. ترامپ مسیر خود را از مالزیا آغاز می کند. او امیدوار است درباره توافق تجاری جدید به گفتگو بنشیند و از میانجیگری در صلح تایلند و کامبوج بهره برداری سیاسی کند. توافقی که واشنگتن نتوانسته در آن با آتش بس میان دو کشور کمک کند. در حاشیه اجلاس آسان ترامپ با رهبران کشورهای جنوب شرقی آسیا دیدار می کند. منطقه‌ای که به گفته تحلیلگران برای مهار نفوذ چین سپر ژئوپلیتیک واشنگتن و برای شرکت‌های آمریکای قطب جدید زنجیره‌های است، اما فضای استقبال در این کشورها سرد است. بسیاری از دولت‌ها هنوز از طرفهای 19 تا 20 دیده ترامپ که بدون تمایز علیه آنها اعمال کرد آسیب اقتصادی دیدند. یک دیپلمات ارشد آسیایی به رسانه‌های منطقه‌ای گفت همه چیز ممکن است در یک توییت تغییر کند. جمع‌بندی سفر برای نمایش است یا پیروزی؟ ترامپ می‌خواهد نشان دهد همچنان بازیگر تعیین کننده در آسیا است. میانجی صلح تایلند و کامبوج و موتور توافق‌های تجاری، اما پرسش‌های مهم درباره دوام این دستاوردها باقی است. آیا پس از گرفتن عکس یادگاری واشنگتن این توافق‌ها می‌ماند؟
آیا کشورهای آسیایی همچنان حاضرند روی آمریکا به عنوان تکیهگاه حساب کنند؟ و مهمتر از همه، آیا این سفر کاهش تنش به همراه دارد یا آغاز دور جدید از جنگ تجاری توازن آسیا میان دو ابرقدرت شکننده است؟ 5 روز آینده نشان خواهد داد ترامپ می تواند به این معادله ثبات اضافه کند یا بی ثباتی. تهدید اتمی عراقچی علیه دشمنان ایران: بمب اتم ما توانایی نگفتن به قدرت هاست. روابط ایران و آمریکا قابل مدیریت است. وزیر خارجه ایران با بیان این که بمب ایران توانایی نگفتن جلو قدرت هاست و این اتفاق از زمان پیروزی انقلاب به وقوع پیوست. گفته می شود مشکل ایران و آمریکا بر سر سلطنت طلبی طرف مقابل است، اما می توانیم روابط را مدیریت کنیم. به گزارش مشرق، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اینترنتی انسجام ملی ایرانیان داخل و خارج کشور در جنگ 12 روزه را نقطه عطف تاریخی خواند و تاکید کرد این سرمایه باید حفظ شود. عراقچی درباره حفظ انسجام ملی ایران خارج از کشور در حمایت از ایران اظهار کرد. پدیده بسیار مبارکی که اتفاق افتاد انسجام ملی در داخل و خارج از کشور بود و با اشاره به تهاجمات چند هزار نفره در خارج از کشور اشاره کرد و گفت بخش ناشی از محبت ایرانی و ایرانیگری است و تعصبی که ایرانیان همواره به کشور و خاک خود داشتند. در فرهنگ ما هرچند اختلاف نظرهای بسیار گسترده داشته باشیم، هنگامی که پایان خاک و وطن در میان باشد همه یک دست می شویم و این مظلومیت ایران را عامل کلیدی دانست و افزود همه مردم داخل و خارج کشور مظلومیت ایران و ایرانی را احساس کردند. اسرائیل هیچ دلیل برای این تهاجم نداشت. هیچ خلاف مرتکب نشده بودیم که کوچکترین توجیه برای آن ایجاد کند. برنامه هسته‌ای ما کاملا صلح‌آمیز و حق ماست. ما دقیقاً حق خود را اجرا کرده بودیم و هیچ انحراف با سوی تولید نداشتیم و گزارش هم نشده است. سوالات مربوط به 20 یا 30 سال پیش مطرح شده بود که همه آنها پاسخ داده شد و رفع گردید. مردم این مظلومیت و حقانیت را احساس کردند. روسیه برای جنگ اتمی با کشورهای عضو ناتو آماده می شود. وزیر دفاع نروژ هشدار داد مسکو در حال تجمع تسلیحات اتمی خود است. وزیر دفاع نروژ مدعی شد ولادیمیر پوتین در تلاش است تا منطقه شمالگان را تحت کنترل روسیه درآورد و در این نقطه ناوگان دریایی روسیه مستقر شده است تا در صورت آغاز جنگ مسیرهای حمل و نقل دریایی را برای روی کشورهای ناتو ببندد. تورسان ساندویک وزیر دفاع نروژ ادعا کرده روسیه در حال تجمیع تسلیحات اتمی زیردریایی‌های تهاجمی خود در مدار شمالگان یا اطراف قطب شمال و به خصوص شبه جزیره کولا است. به نشانه ای از آماده شدن این کشور برای جنگ با کشورهای اسوان تو است. او همچنان افزوده ولادیمیر پوتین در تلاش است تا منطقه شمالگان را تحت کنترل روسیه درآورد و در این منطقه ناوگان دریایی روسیه مستقر شده تا در صورت آغاز جنگ مسیرهای حمل و نقل دریایی را برای کشورهای ناتو ببندند. روسیه در حال افزایش حضور خود در شبه جزیره کالاست و در این منطقه یکی از بزرگترین مجموعه ذخایر کلاهک‌های اتمی دنیا قرار دارد. این تسلیحات اتمی تنها به سمت نروژ نشانه نرفتند بلکه به سمت بریتانیا و نیز از فراز قطب شمال به سمت کانادا و آمریکا نشانه رفتند. ما چشم و گوش ناتو در این منطقه هستیم و مشاهده می‌کنیم روسیه در حال آزمایش تسلیحات جدید است. به عنوان مثال موشک‌هایی که اتمی و کلاهک‌های هسته‌ای. شهرت شبه جزیره کلا از آن جهت است که بزرگترین زرادخانه اتمی جهان را که متعلق به روسیه است در خود جا داده و نقش کلیدی در انجام ضربه دوم بازی می‌کند. ترامپ در حال آمادگی حمله به تأسیسات در خاک ونزوئلا. نیروهای نظامی آمریکا به سوی مرزها فرستاده شدند. منابع آگاه میگویند ترامپ در حال بررسی هدف قرار دادن تأسیسات در خاک ونزوئلا است و ادعا میکند این اهداف مرتبط با تولید مواد مخدر هستند. CNN به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی طرحی است که تأسیسات در داخل خاک ونزوئلا را هدف قرار میدهد. دولت
دولت ترامپ ادعا می‌کند اهدافی که در داخل خاک ونزوئلا تعیین کرده تأسیسات تولید کوکائین و مسیرهای قاچاق مواد مخدر هستند. ساعت پیش نیز پنتاگون اعلام کرد که هواپیما بر جرالد فرود خود را به منطقه کرایب اعزام می‌کند. از سوی دیگر ترامپ هفته گذشته گفته بود که مجوز عملیات مخفی سیاه علیه ونزوئلا را صادر کرده و در حال بررسی حملات علیه کارتل‌های مواد مخدر ادعایی در خشکی است. واشنگتن که اخیراً اعزام نیروهای خود به منطقه کرایب را افزایش داده ادعا می‌کند که نیروهای برای عملیات ضد مواد مخدر در نظر گرفته شدند، اما کاراکاس معتقد است که آنها بخشی از تلاش‌ها برای سرنگونی نیکولاس مادورو و رئیس جمهور کشور هستند. در حملات اخیر آمریکا به کشتی‌ها و قایق‌ها در کارهای نزدیک به 40 نفر کشته شدند و گفته خانواده آنها عمدتاً غیر نظامی بودند. این بود ساعت خبری. تا ساعت خبری دیگر بدرود.